او است استخوان یا بون. سعی کنید خب بون یا استخوان. اصلا استخوان ما یک تاری برش اول میکنیم، بعد از او باز تشکیل بندیش میکنیم که از چی تشکیل شده و بعد از این باز ما میگیم که چه وظایف داره و از لحاظ شکل ظاهری به چند بخش تقسیم شده. بون یا استخوان اصلا عبارت از یک نسج منظم است ما گفته بودیم که زیادترین نسج در بدن به نام نسج منظم یاد میشه و زیادترین پیدا میشود. حالا شما که فکر میکنید که نسج منظم چطور استخوان است، به این خاطر که استخوان زیادترین جای بدن ماست، به این خاطر این ما میگیم که زیادترین نسج در بدن به نام نسج منظم یاد میشود. این اصلا از دو بخش تشکیل شده. بخش اولش این خود شد، بخش اولش مواد عضوی است که در این مواد عضوی قرار داره مواد پروتئینی و رشته های کلاژن. در این پروتئین قرار داره جمع رشته های کلاژن است، دیگه هم هستن ریتیکولر هم هستن و الاستیک هم هستن، مگر کلاژن زیاد هستن. این خاطر است. دوم که قرار داره او مواد غیر عضوی است. مواد غیر عضوی، مواد غیر عضوی شه به نام مواد کلسیمی و فسفرس یاد میکنن. کلسیم، فسفرس. وقتی کلسیم و فسفرس یک جای میشه این مواد معدنی چیزش میسازه، سختی استخوان میسازه. میگه او پوکی استخوان داره کلسیم بخوره که استخوانش جور شود. از همین خاطر میگه کلسیم کمبود پیدا میکنه، استخوانش پوکی پیدا میکنه، ضعیف میشن. باز هر وقتی که کلسیم زیاد بخوره، کلسیم بخورده شود و خود آفتاب بده، باز اینی استخوانش میتونه به شکل درست پس جور شود. دیگه را ببینین، دیگه یک بخش دیگه هم داره، او را به نام سل میگه یا حجراتش. سلز یا حجراتش. چند نوع حجرات قرار داره؟ علما میگم بر. اول اوستیوسایت، دو اوستیوبلاست، سه اوستیوکلاست. کتاب میگه این سه نوع حجره هست، مگر این چهارمش هم گرفته، اگر کجا آمد باز غلط نکنی، اوستیوجنیک سل. این دیش قرار داره. دیگر رو ببینید. خب من اینجا یک استخوان میسازم که شما بفهمید. کلاست. کتاب میگه این سه نوع حجره هست، مگر این چهارمش هم گرفته، اگر کجا آمد باز غلط نکنی، اوستیوجنیک سل. این دیش قرار داره. دیگر رو ببینید. خب من اینجا یک استخوان میسازم که شما بفهمید. یک استخوانی تایم اند جری، مثلا استخوانی که شما دارین، از این ما فعلا این چیزا رو بر این جلسه میکنیم که چی داره. مثلا حجراتش که میگم براتون، این 4 نوع حجرات بالا ببینید شما. این قسم یک شکل داره. اینی حجراتی هست، اوستیوبلاست هست، اوستیوجنیک سل، اوستیوکلاست، اوستیوسایت هست. این قسم یک شکل شما میتونید یک بخش استخوانه در اینجا میبینید. بخش اولشه.
یک حجرهش است. دیگه حجرهش من میبینم مثلا اوستیوبلاست است. یه حجره دیگه حساب کنید شما. و سومش حجره دیگهش از 3 نوع رشته ها قرار داد جور شده. کلاژن است، ریتیکولار است و الاستیک است. در اینجا باز کلاژن زیاد است. کلاژن خیلی زیاد است. مثلا اینجا سعی کنین این کلاژن است. رشته کلاژن نمیجه است. اینجا است. اینجا است. این کلاژن است. پس حجراتش مواد کلسیمیش است، مواد کلاژن و مواد فسفرس است. شما حالا میایم که خودی حجرات چی وظیفه داره؟ این مهم است. وظایف استخوان ما اینجا نوشته میکنم که شما بفهمید. البته وظایف استخوان گپ اول اسکلت بدن را میسازد. اسکلت بدن را میسازد. این بدن اسکلت که داری تو، اگر استخوان نمی بود، استخوان تو مثل آب در زمین میرفتی. دو بو رقم زمان که منطقه رسی. ولی اسکلت است که شکلی هو استخوان و مکمل از هم اسکلت تو را ساخته. دیگه ما داریم باز در حرکت بدن رول داره. حرکت بدن رول دارد. می حرکت که شما پیش میشین باز پیش میایین، می حرکت که انجام میتین، این چی کمک میکنه؟ استخوان کمک میکنه. دیگه باز چی است؟ محافظت اعضای مهم بدن است. محافظت اعضای مهم بدن است. محافظت کننده البته. محافظت کننده اعضای مهم بدن باشه. محافظت کننده چی؟ قلب است یا نه؟ بیرونش استخوان است، محافظتش میکنه. سر است یا نه؟ داخلش مغز است، اثر بیرون استخوان است، محافظتش میکنه. پس این چیزا باعث میشه که ایره محافظت بکنه. این یک وظیفه استخوان است. دیگه ذخیره‌گاه مواد کلسیمی است. چهارم ذخیره‌گاه مواد کلسیمی است. مواد کلسیمی و معدنی کلسیم ذخیره میکنه، فسفرس ذخیره میکنه. این مواد میتونه به شکل درست ذخیره بکنه. هر وقت که ذرات بود میگیره، هر وقتی ذرات نبود بازیلش میکنه. پنجم و بسیار وظیفه مهمی که تولید حجرات بدن می باشد. کدام حجرات؟ حجرات سرخ خون، حجرات سفید خون، حجرات صفحات دمویه. این وظایف استخوان است که ما داریم. وسی اور پختو کې وګونی سي ورته او هډو کې چشته ویل کی هډو کې یو منظم نشته چې څو مواد نه جوړ شوی، عضوي مواد، غیر عضوي مواد، حجرو نه جوړل. حجرات سفید خون، حجرات صفحات دمویه. این وظایف استخوان است که ما داریم. وسی اور پختو کې وګونی سي ورته او هډو کې چشته ویل کی هډو کې یو منظم نشته چې څو مواد نه جوړ شوی، عضوي مواد، غیر عضوي مواد، حجرو نه جوړل. عضوي مواد پروتین پکې شامل دي او کولاجن رشتې پکې شامل دي. غیر عضوي مواد کې کلسیم دي او فاسفورسونه دي پکې. بل حجرې پکې دغه دي، اوستیوسایت دا، اوستیوبلاست، اوستیوکلاست او اوستیوجینیک سیل ده. حجرو ته ما رسم وکړای حجرې دي. دا کولاجن مواد دي، دا کلسیم ده پکې، فاسفورس پکې پروت ده. او بل وظیفې د هډو کې چی شي دي؟ نورمال ډوګه ما تاسو د وظیفې د هډو کې وای چی شي دي؟ اول د بدن سکلټ جوړي، دا سکلټ د ډانجه زده د بدن دا جوړي. دویمه خبره د حرکت د بدن سره تاسو حرکت کوي، د کې ډیر مهم رول لري. او دریم
محافظه کوونکې ساتونکې د مهم غړو د بدن ده لکه زړه لکه مغز لکه د دې ساختمانونو محافظت کوونکې ده او بل چهارم ده ذخیره‌ګاه مواد کلسیمي ده کلسیم مواد هم ذخیره کوي نور فاسفورس مواد هم ذخیره کوي ځان سره او شپږ پنځم چې ده د بدن د وینې حجرې چې دا تولیدوي سره حجرات د بدن چې دا تولیدوي سپین حجرات د بدن تولیدوي او ثبات د مویت تولیدوي دا ټول منظم ډول باندې د هډوکي منظم وظیفې سره ترسي خلاص